برای گرامی داشت از 24مین سالگشت پیروزی مجاهدین گرد آمدند. مقام‌های محلی بلخ، بزرگان قوم، عالمان دین، سیاستگران خارجی، فعالان مدنی و شماری از باشندگان بلخ در این همایش شرکت کردند. عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ پیروزی مجاهدین را بزرگترین دستاورد می‌داند، اما ابراز تأسف می‌کند از اینکه برخی ها به نام مجاهدین و یا پیوستن به صفوف آنان سبب بدنامیشان شدند. آنانی که منیس عجیب در چهارراه کابل نشسته بودند و کابل راکت باران میکردند، ما نمیتونیم برای توجیه کنیم. و دسته هایی که با مجاهدین یکجای شدند، یا مجاهد بود، یا ملیشه بود، یا قطعات قومی بود، یا اردوی سابقه تعدادش بود، هر کسی که بود، واقعا بخشی از کابل شروع کردن شفاول کردن. ما نمیخوایم که توجیه کنیم، ولی ما قربانی 2 میلیونی شهید ملت افغانستان دارد، مهاجرت بیش از 6 میلیون ملت مظلوم و فقیر افغانستان دارد، زخمی شدن و مجروح شدن و بی دست و پا شدن و قطع شدن دست و پا و پاره از خیلی ملت نمیخوایم کسی با بازی بگیره و نادیده بگیره. از اظهارات اخیر ریاست جمهوری مبنی بر سرکوب هراس افغانان ستایش می کند و جنگ با آنان را بر گفتگوهای صلح ترجیح می دهد. صحبت جناب رئیس جمهور در پارلمان و شورای ملی یک صحبت امیدوار کننده بود، اما با شرطی که صحبت عملی نباشد. شرط آن که صحبت تشریفاتی نبوده باشد، مقطعی و تکتیکی و زمانی نبوده باشد برای گذشت عبور از یک وضعیت، از یک حالت. اگر صادقانه بوده باشد، ما دیدیم که افغانستان به طرف سازماندهی و پیروزی می‌رود. در این مراسم از تلاش برخی گروه‌ها از بحر تفریق افغانی و گسترش ناامنی‌ها در شمال کشور نیز سخن زده می‌شود و از جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور و عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ می‌خواهند که اتحادشان را حفظ کنند. همون رقم که وحدت در دوران جهاد داشتین، باید دیگر همون وحدت برادریتان را لطفاً نگاه کنید. به شعارا، به شیرخواندن‌های بعضی کسایی که آمدن در مکر و غلطی گوش کنید، دیگه فریب نخورید. شماری از شرکت کنندگان این همایش دیدگاه‌هایشان را در مورد 8 ثور این گونه فشرده می‌سازند. بعد از 8 ثور هم مردم افغانستان او آرامی که شاید و باید میشه و آرامی را ندیدن، ولی بعداً بعضی مجاهدین از نام مجاهدین استفاده کرده، ولی مردم افغانستان به خاک خون 8 ثور هم کشاندند. و علاقاتی بودن که دستشان کار کردن، نماندن که یک حکومت درست به خواست مردم ملت افغانستان پیش بره. کلانای ما، رهبرای ما سر مردم ما زیادتر دل بسوزانن، دست به دست هم بتن، اتفاق کنن، اتحاد کنن. اکنون باشندگان بلخ از سران مجاهدین و رهبران حکومت وحدت ملی می‌خواهند که اشتباهات گذشته را تکرار نکنند و برای حکومتداری خوب بیشتر از پیش تلاش ورزند.